شادی میبرم دل زهاد آوا کنید سوی شما من میبرم آسودگی آسودگی من خنده شادی میبرم سلام نام من کارلسون آسنکت کارلسون همانی که در بام زندگی میکند بعضی ها مرا ایام بچگی می نامند بله ایام بچگی من بهترین خیال پرست جهان هزل باز و شیرین کار وقتی بالای شهر پرواز میکردم یک مناره جالب دیدم خواستم سری مناره نمود از تماشای شهر لذت برم راستی از شهر خوشم آمد خلاصه کردم که در سال 2020 همینجا بمانم و برای هر یک کانی بادامی خنده شادی تیفه کنم خیلی خوب است که طول یک سال اینجا میمونه مشاهده میکنم که وقتهای آخر خانواده‌ام رو به رشد آورده روز تا روز آباد و زیبا میگردد تو واقعا هم در عرفه سال نو خردسالان خانواده‌ام را به دنیای شادی بردی باور دارم که در سال 2020 خانواده‌ای ها بیشتر خرسندی خواهند کرد زیرا تو در کنارشان هستی کارلسون این سال این خردسالان تحفه سال نوی را از من نه از تو انتظارند درست بچه ها شما میدونید بهترین تحفه دهنده جهان کی؟ البته بهترین تحفه دهنده جهان کارلسون همانی که در بام زندگی میکند من در تئاتر خانواده‌ام اعلان کرده بودم که بچه ها رسم مرا کشند تا امروز 253 نفر مرا تصویر کردند من به بچه ها قول داده بودم که شام 31 دکبر به خانه غالبان رفته تبریک میکنم حالا موافق وعده باید بروم بابا جان خواهش میکنم همراه من روید البته با کمال میل دوستان عزیز سال نو 2020 را برایتان شاد باش میگوییم بگذار سال نو به خاندان هر یکی شما سعادت و پیروزی و فرحمندی بیارد سال نوتان مبارک Solina